بیایید زودتر باشه. زودتر الدو زود باشه و اینجا درانه زودتر. اکا چیکار میکنیم؟ دخترم را بودم. دکتر احوال دیلاش طور است. با فکرم سبک است. تیر رسیده گذاشته است. اما اینجا شینت اکا بابا با او یکان تو دیستن او دیگر دختر باشه. راه در بید. الو شد فهمیدم. چی گپ هست اینو؟ سربازان و کو بر اومدن. خوش اکنون چی کار میکنیم؟ و نزد سبا میرویم. معلمه را همانجا به قتل میرسانیم. میرویم. ایستید. شما چی کار میکنید؟ شوهرم در اون طرف است. به نزد او رفتن میخواهم. شما از جانتان زیر شده اید. این پنجره به قوه برق پیوست است. به قوه برق پیوست است؟ به من گفتند که در اون طرف پنجره جای مرتا است. شوهری من همونجاست. پنجره با قوه برق پیوست است. کسی این رو به شما گفته باشد قصد جانتان رو کرده است. چی؟ زینب دخترم. دور خودکان در کجایم؟ خواباندم. دخترم در کجایی دخترم؟ کمی دلتر آرام میشم. مانه آروم شد آقای جان و جیگرم دخترم. دخترم بیاره زودتر به اینجا بیاره. زودتر باشه. زودتر به این طرف. او را در صندوق جای کنه. اکنون پول کنید. رفتیم. چشم رو از اون نکن فهمو؟ از پسی کار شو. رفتیم. حاجت به نگاه داشتنی معلمه نیست. و گردنش بند گذرانده و دار می آویزون جنابی سبا. تا وقتی که معلمه در دست ماست دههای آبی کلان نصیر تشکیلات است. همین طور نه؟ بله. این طور که باشد مان کمی دیگر زندگی کند. اپا عمر قریب بود شما را میکشتم. گریه نکن عمر جون، من خوبم. به من کمک کن. آقای طاهر نیستند؟ در درونم. موقع رفانده خیلی زیق شدن طاهر. اکنون برای نجات او چی کار میکنی؟ به سربازو خبر دادم. خیر خدا نگهباند. چرا از جایت خستی؟ شین مرحبا. تیر به قبولغات رسیده است. در مدت کوتاه صحت میشوی. من خوبم. زینب کجاست آقای طاهر؟ یگم کار کردن نتوانستم. او رو بردند. آقای طاهر زود بیاید. آقای حمید باز از جایشون خستن. فهمو حمید اکا
از برای خدا مرا سر دیگه دخترم در دستی آنهاست بفهمید. دیوانه شده حامد. خودت تنها چیکار کرده میتوانی؟ اکا خیر بگوید چیکار کنم من؟ ایستید شما کجا میروید؟ برای نجات زینب. التماس با من گوش کنید. این کارتون خیلی خطرناک است. به این هم بیمار. دختر من هم در دست آنهاست. وقتی سلاح گرفته روم گفتم اجازه نداده حامد. اما من مثل شما با سبا شرطنامه نبستم. ایستید. شاید ایلاجی کار با نزد جناب سبا رفتن است. مناسبتم با او خوب نیست، لیکن من پسرش رو از مرگ نجات داده بودم. شاید به مویاری رساند. معلمه رو با قرارگاه برده زیر نظارت گیر. انا با خبر رو از من انتظار شو. از پیش خودت یگان کار نکن. سرداران ما چیزی که گویند همان را میکنیم. راست میگوید. هر چیزی آنها گویند همان را میکنیم. جناب مجله خواستتان را آوردن جناب. وای 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 با این نگر دوستم چی خیلی آمده ای ها؟ عجایب خیلی عجایب همینطور نه؟ در حقیقت عجایب آمده ای مثل هنر پیشه های سینما. جناب عذر میخواهم. چه گفت؟ دکتر دهه آبی کلان آمده است جناب. او در اینجا چیکار میکند؟ سنان با من بیا. اطاعت جناب. خوش آمدید آقایان، خوش آمدید. خوش باشه جنابی زبان. احوالتون اونقدر خوب نمی نموید. بله ناحقی کردم. توی را با ما هم تبدیل دادم. با خدا خیلی زیق شدم، لیکن خودتون میدونید که از دستم یگان کار نمی آید. جنابی زبان به کمکتون احتیاج داریم. خوشکنی گفتم شاید کمک کرده توانم. سلاحداران زینب رو به کجا بردن جنابی زبان؟ موقع رفانده خیلی زیق شدن توی. اکنون برای نجات او چی کار میکنی؟ جنابی سبا اگر شما ندانید پس کی میداند؟ به کجا میروی؟ کنی؟ سبا خواهش میکنم اگر جایش را دانید جسارت کرده آوازت را برار. تو پدرت و آن دختوری ابله را نیز میکشم مرا فهمیدی؟ خود رو طرفدار تشکیلات نشان دادنم برای خودم و دهام را محافظت کردن است، وگرنه من از آنها بیزارم. اگر به کجا بردن زینب را دانید به ما گوی جنابی سبا. میبینم خود را مصالحه کرده اید، باز به سرتون یگان بلا نآورید. جنابی سبا آمدم که برای دخترم جانان را فدا کنم. اگر یگان معلومات داشته باشید گویید به آن طرفش کاردار نشوید. به فکرم در غاری منطقه‌ای خرده بوده پنهان شدم، لیکن نمیدونم که حالا هم آنجاند یا نه. بیا تایر رفتیم. سلامت باشید. خیر میلش، رای سفید. جنابی سبا آنها را به دیگر طرف فرستاد. نیزار ما را کافته گرداند. ما باشیم برای خودمان میرویم. برو گیر مجده را زود باشه هر بیاره دو را. شما رفتن گیرد من رسیده می آیم. بدریه پاپا چی حال داری؟ مادرم خوبند؟ پدرم چی؟ خوبند اپا خوبند، لیکن پدرم چی شده است؟ پدرم من رو به یک مردی ثروتمند خانه‌دار کردن میخواهد. من با اون مرد خانه‌دار شدن نمیخواهم. با من کمک کنید اپا. چرا؟ زود بیا دیر میکنه. من باید روم، لیکن برمیگردم. با پدرم نگوی که من رو دیدی.
میکنم در رو کن شاید التجا میکنم نگیر. به خدیجه خوراک دادی؟ شما خوردن گیرید من حاضر رفته میدیم. من به تو نگفته بودم که دختر بیچاره از روزی آمدنش هیچ چیز نخورده است. اما رفته برای او خوراک تیار کن. ما از گرسنگی نمرده ایم. شد خلیل شد در حال عصبی نشو. خوراکش تیار است لیکن نمیخورد. مگر تو امروز یگان چیز خورده بود ها؟ خدایا تو با من صبر ده. به خدا شما من دیوانه میکنی. گیر دخترم یگان چیز خور آخری این خیل نمیشود. نه خاله نمیخورم. کلی این کار نکن. گروس نماندی چند روز باز هیچ چیز نخورده ای. خور دخترم از این شوربا کمی خور. نه نگو دخترم نه نگو خور. خاله جون این کارو نکنید. من رو با فرهاد خاندار نکنید. برادرم حساب میشود و ما جبر نکنید. او نیست کسی دیگر رو دوست میدارد. عاقبت کارتون خوب نیست خاله جون. اجازه دید من به خونم ای دخترم من چیکار کرده میتوانم. کاش از دستم یگان کار میآمد. اگر به خلیل گویم روزم رو سیاه میکند. تو چاره دیگر نداری دخترم. تو ناموس این خاندان شدی. من بعد کسی تو را رها نمیکند. این چی خیلی ناموس بود از خاله جون. هم با من جبر میکنه هم با فرهاد. آخر این گناه هست میفهمید. خداوند از این کارتون راضی نمیشود. چی شکایت دارید خاله؟ به این طرف گذارید. گذارید خاله. همشیره کمی دوکه توزه بیارید. خوب شده است آقای دکتر. دستتون رو دراز کنید. و انگشتتون چی شد مادر جون؟ سخت زخم دار شده است. نپرس پسرم. زخمتون درد میکند مادر جون؟ درد نمیکند پسرم. زیرا تو به همه شفا میدهی براتم. نام من برات نیست خاله. وای من پسرم را به خاطر آوردم. براتی من هم دختر است. او بسیار دختر خوب است. خوش آمدی سینو. خوش باشید. خوش آمدی. به من چای بیارید. برام چه خبر؟ یکم کمبودی نیستیم. خب کچا صفی نوبداران را زیاد کن. 100 قدم دورتر از قرارگاه پاسبان مان که میداند چی میشود. کچا با تو میگویم خوشت در کجاست؟ چی گفتی سینون؟ صفی نوبداران را زیادتر کن گفتم. پاسبان ها را زیادتر گذار. بهرام شنیدی؟ در گرد و اطراف نوبدار گذار فهمو رو. اطاعت کچا. روید. مجده معلمه را به درون غار بر. مایلش سینون بیاره دورا. گرد زودتر.
آه معلمه، افسوس که تویتان تا آخر دوام نکرد. مرا حتما میابند. دختری نامزده تل و تپه نگفته تو را میجوید. البته مییابد، لیکن مردد را مییابد. تو ده اویله و دخترت را فراموش کن معلم. حتی سربازان تو را از دست ما گرفته نمیتوانند. مرا فریب دادن زینب همینجاست. بله شبا مرا فریب داد. و دیگر طرف فرستادنشون رو فهمیدم. شما خودتان رو با قدرت میحسابید، لیکن در اصل لاشخورانی هستید که زورتان تنها به ضعیفان و بیچارگان میرسد. ایستید آقای حامد. آخر دخترم را میکشند. نه، اگر کشتن میخواستند به اینجا نمی آوردند. سینان خودت را به دست گیر. سینان مجده برو برداره. بر از اینجا بتر. برو حالا سر بر این عذاب میکشی. باشی این کارو نکن، چون که تو مثل آنها نیستی. گپ را زیاد نکن. راگر زودتر راگر. آقای حامد زیغ نشوید. زینب را از دستشون بگیریم. بخیریم بگیریم مکای. دخترم در آنجا نفسگیری میشه و طاقت کردن نمیتواند. با شما اشتهای توم. پدر، من با ینگم خانه‌دار شدن نمیخواهم. چی گفتی؟ یک باری دیگر گوی؟ من ینگم رو بزنی نمیگیرم. او امونتی برادرم است. با او خانه‌دار نمیشوم. تو چرا میگویی؟ این ناموس از تو کی پرسیده است؟ گفتم خانه‌دار میشوی تمام. تو مگر عرف و عادت ما را نمیدانی؟ من چطور بر روی مردم نگاه میکنم؟ تو ما را نزد دوست و دشمن شرمنده کردن میخواهی؟ گپ را دراز نکن. من گپم را گفتم. پدر، این عرف و عادت از بین رفته است. شما نمیتوانید مجبوران مرا به یگان کس خانه‌دار کنید. پدر ابله دمت رو گیر فرهاد. تو با پدرت چه گپ میزنی؟ آقا خودتون را عذاب ندهید. خانه‌دار می شود، پروا نکنید. چاره دیگر ندارد. هر دیشون هم روزی می شود. او یگان چیز خورد؟ نه خلیل، گیره کرده نشسته است. مرا خانه‌دار نکنید، رها کنید. به خانه ما را میگوید دیگر یگان چیز نمیخواهد. به او میگفتی که او را به کجا فرستی؟ زنی بی کس و تنهایی، پدر نداری، مادرت نیست. تو را برده به کی میسپاری؟ میخواه که او را بی‌سرابان کنم. چیکار کنم برادر؟ دردمان دوچند است. من اصلا از فرهاد میترسم. به سرش بلا نآورد. باید هر چه زودتر او را با خلیچه خانه‌دار کردن لازم است. بدریا، بدریا، دخترم بدریا در کجایی؟ آمدم مادر جان. بدریا به تو میگویم دخترم کجا شدی؟ همین جایم مادر جان. که این تیرزه رو شکسته باشد؟ فرهاد؟ علی بمانده. پدر؟ آی بیا ناموس، من به تو نشان میدم. تو باشی از خانه نبرا، بعد با تو صحبت میکنم. آقای خلیل، به بیرون برایید. آقای خلیل. چی گپ است؟ چرا داد میزنید؟ به من گوش کنید. گپ را دراز نمی کنم.
تنها آگاه میکنم که اگر فرهاد پسرتان رو بار دیگر در نزد دخترم بینم به خدا رحم نکردم بپرانم. خطا میکنید آقای موسی. فرهاد این کار رو نمیکند. او به قریبی خاندار میشود. پسر من اصلا این کار رو نمیکند. نمیکرده است. این را بینید. آقای درسون، خودت انسانی با فهمی. به فرهاد گوی که بدریان نامزد دارد به قریبی توی می شود. اگر در نزد خانم او را بینم زنده نمیماند. دانستمانه. درسون، رفته آن احمق را یاب. به سرمان بلا میارد. او را میپراند. فهمو، شما با در آن برایید. من رفته او را یافته میارم. ینگه زلیخا، سلاح هم را بیارید. شما خواطر نشوید ینگه، نترسید. ما رو خونه دور کرده نمیتوانند. من قرارم رو برآوردم. بدریه رو میگریزونم. تو چه میگویی فرهاد؟ شما رو به قتل میرسونم، هر دویتون رو هم زنده نمیگذارم. چیکار کنم ینگه؟ مگر از دستمون یگان کار دیگر میوید؟ خودتون گویید چیکار کنم؟ چاره دیگر ندارم. با بدریه مسئولیت کرده میگریزیم. با کجا میروید؟ به شهر میگریزیم. در آنجا یک رفیق دارم. با نزدیو میرویم. کار کرده از این ده گریختن لازم. این رو گیر. ینگه فرهاد گیر گفتم. لازم می شود. این رو در شهر فرسته استفاده میکنید. رد نکن گیر. تشکر ینگه. خدا نگهبانتون. روحی سفید. زودتر باشد. راه گردید. برای عملیات آماده ایم سینون. فهما کنی آماده شوید. کچه در کجاست؟ این ابله مرا دیوانه میکند. او را کابید. کچه سینون تو را انتظار است. آمدم. در کجا میگردی؟ همینجا سینون. مجده تو در همینجا باش. معلمه را به تو میسپارم. مایلش سینون. آماده شوید میرویم. بیا تو هم بیا. رفتیم. در بینشون زینب نیست. معلوم شد که زینب رو همینجا نگاه می‌دارد. زود از پی کار میشویم. زودتر رفتیم. برای مبارزه بردن بهر تشکیلاتمون همیشه آماده باش. هممون از یک گریبان. این زن نمرده است کو؟ وای 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 خوش آمدی. خدا شفا دیاده پا. مرا فریب داده. بس سوی مرگ فرستادید. گمان کردی که از پنجره پریده شوهرت رو پیدا میکنی؟ احمق. تو هم مثل شوهرت ساده بوده ای. او رو نیز به آسانی فریب داده بودیم. سلیمان رو هم فریب دادید؟ تو چه حق داری که ما رو پرسش میکنی ها؟ دفع شو از نظرم. سلیمان در محبس است. چی؟ خواطر شدی مگر؟ او پدری فرزندانم است. خواهش میکنم گویی سلیمان در محبس است. کاش کمین جامعه بود و با دستانم او را بوغی میکردم. یعنی او اینجا نیست؟ شاید او مرده باشد. او را از اینجا بره.
میکنی رو از اینجا سرمون رو گرنگ نکن. خواهش میکنم گوید شوهرم در کجاست؟ رو بینید حالا هم گپ زده ایستاده است. کاری دست رو از اینجا رو. سلیمان در کجاست گپ زنی؟ شوهرم در کجاست؟ مادری فرزندانم در کجاست؟ چی میخواهید؟ پاسبانی نوبتیمو. مایلش برای کار. تو درو. تو کیستی؟ نتر زینب، این منم. طاهر تو چی دار به اینجا آمد؟ تو رو نجات بدهم. خاموش است. تو رو سخت بستند. دخترم. دختر جانم. زینبم، زودتر باشید. تو نوبدار نبودی؟ بله من نوبدار بودم. زود باشید. زینب زودتر. با من بیا. ایستد. سلاحات را پرتو گفتم. سلاحات را پرتو گفتم. پرتو. خوب. اکنون خست. این صدا از کجا بود سیمون؟ در قرارگاه یگان واقع شده است که چه؟ بیاید زودتر رویم. زود باشد. میرویم. زودتر میرویم. راه باشید. زودتر باشد. زودتر. مرا مسخره کرده ایستاده. سلیمان را زنده و مرده برآورده و زخمم نمک میپاشد. اکنون من چیکار میکنم؟ او را چطور مییابم؟ خدایا به من مدد رسان. این کار را باید هرچه زودتر انجام دهیم. زلالقیه این من هستم. پگاه شما را به سود میبرند. آماده شوید. تشکر. سلامت باشید. مبارک شود اپای زیلو. به تو باور کرده بودم لیکن مرا فریب دادی. اپای زیلو پگاه را آزاد میکنند. همینطور نگاه کرده میستیم. چیکار میکنیم زوزن؟ میکشیم. کشتن لازم که شکایت نکنند. اگر در سود شکایت کند احوالمان بد میشود. خداوندا خودت مرا نگه دار. دیدنی برفی خطیچه و براتم را به من نصیب گردان. سخت بندید. احمق ها باز به قرارگاه هجوم کرده آدم ها را زخمدار میکنید. من با شما چیکار کنم؟ نجوم کنیتا گوی
نه اول دختر را میپرانم. نه اول دختر را میپرانم. نه اول تو را میپرانم. سینا چی شد کچه؟ با من بیا. راست چی گفت؟ سخنانی جنابی صبا را فراموش نکن سینا. با دکتر بهامی دست نمیرسونی گفته بود. بچه ها هر دویش را برید. اطاعت سینا. برید آنها را از اینجا دور کنید. خز از جویا. خز لباسش را ده. لباسهای خودش را ده. لباسش را دزدیدن. برید آنها را. برید. زود باش. پدر بیشته دخترم. خواهیش میکنم را از دخترم جدا نکنه. دخترم راگرد اجایت نجون. زودتر میگویم. بیا گوش کن. آنها مکانمان را میدانند. رفته به سربازان خبر میدهند. یک نفر را گرفته معلمه را به قرارگاه وادی خوری صد بر برده با آنها سپار. بعد به مکان خرسنگ ها بیا. زود میرو. تو با من میروی. او را بردار. کچم ما از پس کارمان میشویم. با من بیا. فهمو. خود باشید. همه از پس کارتان شوید. زینب دخترم. زودتر باش میگویم اکو. را کم کن. روگر زودتر روگر. میبره. های فرهاد تو در اینجا چیکار میکنی؟ بلاهای وزری پدرت آوردن کافی نیست مگر قنی به خونه رو. نه امان ما رو مجبور نکنید. من بدریه رو گرفته میروم. فاضل او میآید. من به خونه بر نمیگردم. صاحبان دختر از همه چیز آگاه شدن. تو باشی در اینجا انتظار میشوم میگویی قهرم رو نوار. راگر فرهاد میروی پدرت رو انتظارت. راگر آنها کجا شدن زلیخا؟ راگر فرهاد تو با کجا رفتی احمد؟ قربانت شوم خلیل نزن پسرکم خلیل نزن. بیرموز برای چرمان نگردی. در پسی در این مردم چکار میکنی؟ در پسی در این مردم چکار میکنی؟ سری یگانه هم هستی. به خودت رحم نکنی. به پدر و مادرت رحم نکنی. خیلی مرا هم فهمید پدر. مجبورم نکنید. من بدریه رو دوست میدارم. سری بیعقل تو خودتی هستی که مقابل موسی میبرایی. از دیهنه برآمده تو را میکشد. الله که به خانه آمده گفتند که از دخترشان دور شوی. این بعد دختر صاحب دارد. امروز یا فردا خانه دار میشود. او را به کی دادند پدر؟ به کی دادند؟ اگر بدریه نصیبم نباشد مرا هم کشید پدر. او را از یادت برای پسرم. او را به تو نمیدهند. خدید چرا گیر. گناه از داخل ناموس خانه همان حساب می شود. نه پدر من ینگ امرو نمیگیرم. تنها مرده امرو میتواند با اونی کار کنه. فرهاد سرم فرهاد برگرد. فرهاد برگرد. زود باش. رفته پسرانت را با از پا گرفته بیار. سرم دیوانه شده است. حوزی رکم. از اینجا روید. دیگر بر نگرده. روید. زینبم را نجات دادن نتوانستیم. شبی خانه آباده دخترم بود. این چی کار است؟ از روی انصاف است مگر؟ چهل دعوا بودنش را هیچ نفهمیدم. از ما چی میخواهند؟ آنها کردند، من هم کردم. چرا با ما خیانت میکنند؟ جوانان را فریب میدهند. خانه های آباد را ویران میکنند. به زوری آدمان را میبرند.
باج خیرات میگندارند، شکنجه میدهند. آنها انسان نیستند. ظالمند آنها. خدا جزایشان را دهد. ظالمان خدا ناتر. پادریا پادریا خدا جانت رو هم گذار. آقای امیری زودتر یاری ده. توی دم زودتر باش. زودتر یاری ده. فرار پیسرم فرار. زودتر. ای خدای خیلی جوان بوده است. چرا خودش آویسته باشد؟ این نفس بکشد توی. بازور زود رو به نقطه تیبی بردن در کار. کار حل است. در اولین فرصت او را به آن دنیا میفرستم. با دقت باش ایتین. هیچ کس نفهمد. سرمون رو در بلا نگذار. پروا نکن زازن. هیچ کس نمیفهمد. شما را کشتنی اندپای زیلون. چی؟ خداوند تو به من یاری کن. دیداری فرزندانم رو به من نصیب کرد. راه گرد زودتر. راه گرد. کنی از جایت خز. من رو به خاطر بیار برفین. من تو رو نجات داده بودم. طاهر هم تو رو نجات داده بود. به خاطر بیار برفین. من رو رها کن. به خانه همون روم برفین. خز نغمه نکن. خز از جایت خز. وقتی گریختم ای رو پروندم میگویی من رو رها کن برفین. بدی همون من از این زدم برگردم. جان خود سرم رو گرنگ نکن. خز گفتم خز. خز از جایت نغمه برام رو بردار. خز از جایت راه گرد زودتر. عصبهایش تماما خراب شده است. با او داروی آرام کننده میگذارونیم. دیلو به من ده. زیق نشوید. انشالله برمیگردد. زینب رو دیده توانستید؟ بله، اما خیلی کم. چینی لیکن میدونید که به زینب هیچ ضرری نمیرسونند. البته اگر میخواستند در وقت زینب رو میکشتند. او رو پنهان میکنند با مانند مادرم و مثل بابایم. ما رو از نزدیکانمان جدا میسازند. خدا میداند که آنها رو به کجا میبرند. بله همین خیلی است. به کدام وادی به کدام غار بردنشان رو تنها خدا میداند. کنی به من چای ریز. او را به جای گفتم بردید؟ بردم سینان. پروا نکنید. او در جای باوریناک است. در دست آدمانی خودمون. آفرین. کاری خوب کردی. اکنون رفته استراحت کن. مایلش سینان. کیچه؟ با تو چی شده است؟ چند وقت باز تبت خیره است؟ اگر یگون درد داشته باشی بگوی. درد در نزیم هیچ از نشده. گپ زن. سینان قماندان، جای ملاقات معلوم شد. ملاقات کی می شود؟
پس از 2 ساعت در نزدیکی دهه آبی کلان. فهمو دوستم. در ساعتی گفتت همانجا میشویم که ما لباسینو بر رفیقمان خوراک ده. شکمش را سیر کن. رو دوستم یگان چیز خور. بیا با من برو. با خودو خیلی دشوار است. چطور او رو نجات میدهی؟ اگر پدرت میدی هم گوید هیچ کار کرده نمیتوانی. بله راست میگویی. بدریه رو به حال خود نمیگذارم. دادری بیمارم باشد یک بلای دیگر است. علاج دیگر نیست مجده. مبلغ یافتنم لازم. کچا نترسید هیچ گپ نیست. کچا در نزدیکی دهه آبی کلان با میانه را وا میخوری. انداز را گرفته میاری. خودم تنها میروم؟ بله خودت تنها میروی. فهمو سینم در حال میروم. رو مجده از پس کچه رو. از کارهایش مرا خبردار میکنی وگرنه سرت را از تن جدا میکنم. فهمیدم سینم. بیرو. آقای طاهر چی حال داری شیربچه؟ تشکر. گولی هم کمی درد میکند. من در کجایم؟ در نقطه طبی دهه آبی کلان. پدرم همین جویند؟ نه من تو رو یافتم. قریب هلاک میشدی. چرا خسته جانت رو کردی؟ تو چی نام داری؟ فرهاد. چی درد داری فرهاد؟ یک دختر رو دوست میدارم اکا. پدرم پول قلین رو داده نتوانستند. اکام باشد به قریبی وفات کرد. ینگم تنها موندم. پدرم مجبورن مرا به ینگم خانه‌دار کردن خواستند. مگر عاشق برای معشوقش خودش رو به دور می‌آویزد فرهاد؟ مرا به ینگ خدیچه خانه‌دار کردنیم. خدیچه از دهه ورگینیز بوده؟ خدیچه دختری خالای زیلال؟ بله همون خدیچه. شما او رو میشناسید؟ میشناسم. پدرت رو از نزدم گرفته برد. نه همه کم درسون رو بود. خدیچه حالا در کجاست؟ مرحمت. او را یافتید؟ نه اکا در یگان جای نیست. خانه دختر را دیدید؟ بله دختری موسی در خانه‌اش است. ایداد باشد او از ده بیرون رفته است. زود به 4 گروه تقسیم می‌شویم. اما تاریک نشده او را یافتن لازم. رفته. خلیل صبر کن بچه رو مجبور نکن. عذاب نده. درست میگویی. لیکن اول او را یافتن لازم. تو رفته خدیچه را از عاقل برار. ما باشیم رفته پسرمان را میاریم. امشب حتما باید نکاح کنیم. واه پسرم واه سرت را در بالا ماندن پسرم. خدا جان چی گپ شد؟ اینقدر مغال برای چی بود؟ فرهاد گریخت. خودم را میکشم گفته گریخت. خلیل و درسون به جستجویش رفتند. وقتی که او را یافته آوردند هر دویتان را نکاح میکنند. چی؟ نکاح میکنند؟ خدا جان شما چی ها میگوید؟ نکنید گناه هست آخه. من به این راضی نمیشم. فهمیدید؟ میمیرم و راضی نمیشم. بیهوده کوشش نکنید. دخترم من چیکار کنم؟ خلیل و درسون از گپشان نمیگردن. از دستی من باشد هیچ چیز نمی آید. خدا جان مرا رها کنید روان. کسی نیست. فرهاد تنها با این راه نجات مییابد. جوان مرد شده است. گفته‌اش رو میکند. ما رو خانه دار نکنید. به خدا خودش رو میکشد. مرا رها کنید تا هر دویمان هم نجات یابیم. قربانتون شوم خاله جان رهایم کنید.
در اینجا چی کار میکنن؟ آخر باید به دهه آبی کلون میرفت. برفین تو در اینجا چی کار میکنی؟ برفین خویش میکنم با من گوش کن. برفین برفین با کجا میروی؟ مادرم برای تو شده به حبس خونه افتاد. او رو گم کردم. آنا با تو میمیری. حالا تو مرا مسخره میکنی؟ خدایا به من کمک کن، مرا خلاص کن. پیش از دیداری فرزندانم جانم را نگیر. امکی زیکو چی شد خدیجه؟ مرا نجات دید. امکی زیکو خسورا مرا با فرهاد خاندار کردن میخواهد. میگم رو شنیده بودم، لیکن از دست من چی میآید؟ خواهش میکنم امکی زیکو قربانتان شوم، مرا پنهان در کنید. کجا پنهان کنم؟ تو دیوانه شده ای و چرا بنازی مادرت نرفتی؟ مادرم نیستن نمک در این سینوسو به حبس خانه افتادن. زلال در حبس خانه است؟ خدیجه به تو چی شد؟ وای من اکنون چی کار میکنم؟ فرهاد خداوند خودکشی رو منع کرده است. غیر از این برای از دشواری های حیات گریختن نباید در این مرگ رو کوبی. باید بر ضد دشواری ها مبارزه بری. بین نامزدی من نیز در دست سلاحداران است. من هم خون خورده ایستادم، لیکن باز هم سر فرو آورده برای دوست داشتم مبارزه میبرم. من انگشترین رو دیده گمان کردم که شما با همشیره. نه، دیلو تنها دوست و رفیقم است. مادر جان کیچم مادر قربانت شود دخترم. پدرم در خانه اند؟ نیست، بگاهی بر میگردد. به خانه درو برایت خوراک بیارم. نه مادر جان میروم. شما با من گویید با بدره چیکار کردن میخواهند؟ چی میشد؟ پدرت یک روی میکند که وقتی صدری رسیده است او رو خانه دار میکنم میگوید، لیکن سری معیوب ما رو کی میگیرد؟ پدرت میخواهد بدری رو به ثروتمندی داده با پول گرفته صدری رو خانه دار کند. بدری به این راضی نیست مادر جان. شاید او دوست داشته باشه. او مگر دوست داشته دارد؟ تو میدونی؟ اوه مادر، حیاتی او رو نیز میسوزونید. ماند با جوانی خواستش خوشبخت شود. پدرم آمدند. پلیس دخترم، پلیس. احیا در کجایی؟ آخه در کجا میگردی؟
چی گپ؟ چرا داد میزنید؟ برای چی این درک شده است؟ گوسفندان میگریزند. دیلو ما به دیهایوارگی نیز میرویم. فرهاد قول داد که من بعد همه مشکلی ها را تحمل میکند. اکا من با پدر بدی یک گپ نمیزنم. گفتم که من گپ میزنم. خیلی خرسند شدم. انشالله به دوست داشتت میرسی. سلامت باشید اپا. انشالله. اکا تویر با پدرم چی میگویی؟ نترس. من با اهل اویلتان گفتگو میکنم. رفتیم. با دقت باشید آقای طاهر. کنی رو گرد فرهاد. آقای دکتر او همه که زکا است. یاریده آقای دکتر. با خدیجه چی شد؟ نمیدونم. یک بار از هوش رفت. آهسته. بیاید افا جون. زودتر. با اپای خدیجه چی شده است؟ نمیدانم خواهر. برای یاری خواستم به نزدم آمده بود، ناگاه از هوش رفت. منم خواطر شده به نزد دکتر آوردم. کاری خوب کردید اما کی زکو. برو به کجا آوردید؟ اینجا کجاست؟ نترسید اپای خدیجه، این نقطه طبی است. آقای دکتر التماس مرا پنهان کنید. مالش پنهان میکنم. پنهان کنید منو. لیکن اول شما رو معاینه کردنم لازم. من خوبم، من بیمار نیستم. فرهاد با شما چی شد ینگا؟ خوب هستید؟ من خوبم. تو در اینجا چی میکوبی؟ همه دیوانوار تو رو میکوبند. همه رو خواطر کردی. اما که دوستونا دیوانه شد. زود به دیه برگرد فرهاد. اپای خدیجه راست میگوید. شما فرهاد رو به دیهشون برید اما کی زکو. مایلش آقای دکتر. لیکن قول دادم فرهاد که به تو کمک میکنم. لیکن اول باید اپای خدیجه رو معاینه کنم. اکنون شما رو مایلش. بیا رفتیم. بیا. از برای خدا در اینجا بودنم رو با کسی نگوید. التماس میکنم. نگوید. مایلش نمیگویم. خواطری نشوید ینگا. مرا زود پنهان کنید. مایلش شتاب نکنید. اول شما رو معاینه کردنم لازم اپای خدیجه. من خوبم، خیلی خوبم. شما رو بیهوش به اینجا آوردن اپای خدیجه. میدونم اما مهم نیست. از کجا میدونید که مهم نیست؟ من حامله دارم. حامله دار بودند. با این احوال بود شما رو با فرهاد خانه دار کردن ینده؟ با کسی گفته نتوانستم. آن خونه میدونند. تو برگشتن خلای زلال باید اپای خدیجه رو پنهان کنیم دیلو. در خانه ما میستند. تو اپای خدیجه رو بر. من باشم یگان چورا جسته به فرهاد کمک میکنم. بیایید رویم اپای خدیجه. رفتیم. رویتان رو محکم کنید اپای خدیجه. مایلش شد همین خیلی. چه حال داری دیلا؟ خوبم قیزبان. تو چی مهمان داری؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید اپا. از کجایید؟ تو نمیشناسی. از یک جای دور. من گویا ای را در کجای دیدم، لیکن من خاطر نمیارم. تو رفته مرا در بیرون انتظار شد. گنگ است، گپ زدن نمیتواند. عجب چرا رویش را پوشانده باشد؟ کمی بیمار است. برای معاینه به نزد آقای طاهر اومده است. بیماریش چی است؟ خیزبان بیزار کردی. نمیبینی بیچاره زن بیمار است. در پایش ایستاده نمیتواند. خیر رو وقتی ما رو نگیر. شد فهمیدم. در اینجا فقط نمیمد ها.
کجا شدی؟ چند ساعت شد انتظارم. عذر میخواهم، یک کار بر اومده بود، برای همین دیر کردم. همین است؟ بله. خب سلامت باش. خیر، خدا نگهبان. تشکر. تو را نجات میدهم بدریه. تو نباید مثل من شوی. در نبودن بابا ابراهیم مردم تنها سخن شما را گوش میکنند. با حضور اپای خدیجه آقای خلیل صحبت کرده او را نجات دادن در کار. بیچاره در حالت ناگوار است. گوش کن طاهر، زلال دشمن جانی من است و دشمن جانی هم کمک کرده خودم را شرمنده نمیکنم. هم خالای زلال هم اپای خدیجه زن هستند، بی سرپناهند، گناه است و خیر. شد دکتر، فهمیدیم. بگذار چی کار میخواهند کردن گرند. تو دخالت نکن. غم و اندوهی دخترانمان به خودمان کافی است. از آنها به ما چه فایده؟ پدر جان. آیشه دخترم. امک جان. آیشه دخترم. مادر جان شادم که شما رو میبینم. آیشه اومد. خدا رو شکر که آیشه جان. ایستید دختر رو ناراحت نکنید. تنشین. خوش آمدید اپا. آیشه خوش اومدید. خوش باشید آقای طاهر. آیشه چه حال داری دخترم؟ خائنان به تو یگان ضرر نرسوندن؟ نه پدر، خدا رو شکر خوبم. اما اپای زینب در دستشون. او را چطور بردند امک؟ زینب رو دیدی؟ او را آورده مرا رها کردند. حالش خوب بود دخترم. به زینب ضرر نرسوندم. در کجا نگاه داشتن چرا نمیدونی؟ نه امک، نمیدونم. پدرم. اپای زینب. اپای چه خیلی چرا ایستاده؟ چشمانش رو بنده. او را ببره. با قریبی چشمانم رو بسته من رو هم به آنجا بردند. وقتی اومدنم نیست چشمانم بسته بود. بعد آورده در نزد ده چشمانم رو کشاده رهایم کردند. در کجا بودنی زینب رو با ما گفته نمیتونم؟ متاسفانه نه آقای طاهر. جای خیلی تاریک و از اینجا دور بود. فقط همین رو میدونم. بزنید. فرهاد کجاست؟ در نزدیکی زمینمون اسبش رو دیدیم اما فرهاد نبود. این ابله کجا رفته باشد؟ اکنون چیکار میکنیم دورسون؟ آقا صبر کنید، آرام شوید. فرهاد ایستا. خدا تو با دست گیر. این دفعه راهی گریز نداری. با خدیجه خانه دار میشوی. پس از رفتن شما خواستم خدیجه رو به خانه بیارم. رفته بینم که دختر نیست، گریخته رفته است. چرا میگویی؟ ای خدا، های فرما. دختر را صاحبی کرده نتوانسته. مرحمت گیرید. تو را میفهمم دکتر، لیکن مدام خلیل پول داده نمیتواند، من هم دخترم را نمیدم. در این 2 روزمان برای دختر پول میگیرند. به من فرق ندارد. هر چیزی از پدر و بابایانمان آموختیم، همه آن را میکنیم. فهمو، لیکن گپ درباره خوشبختی دو نوجوان میرود. هر دویشان هم یکدیگر را دوست میدارند. مونید هر دو خوشبخت شوند. گوش کن دکتر، مهر و محبت همه وقت میشود، برای آنها شده.
من عرف و عادتهایمان را پایمال نمی کنم. خفه نشو. پول خلینگ را بیارند، دخترم را گرفته برند. حق هستید. من هم بهوده با اینجا اومدم. کسی پول را بیارد دختر را میبرد. محبت و خوشبختی با کی لازم؟ چی گپ شد اکای دکتر؟ پدری بدری بسیار انسان یکرو است. او برای دخترش پول زیاد میخواهد. مصاب گپی کسی گوش نمیکند. او را راضی کردن دشوار است. متاسفانه انسان یکرو است. او را راضی کردن نتوانستم. از اول معلوم بود اکا این فرهاد گپ را نمیفهمد. آقای خلیل، مگر شما برای پسرتون آن پول رو یافتن نمیتوانید؟ نه پسرم، من آنقدر پول را از کجا میابم؟ پول ندارم. من گفته بودم دیگر علاج نیست. تشکر دکتر که به اینجا آمده به ما کمک رساندی. کاش از دستم یگان کار میآمد. اگر به گپم گوش میکرد هیچ واقعی نمیشد. خدیجه را میگرفت هممون آسوده زندگی میکردیم. خدیجه با این احوالش به کجا میرود؟ اگر او را یابم فوراً آنها را خانه‌دار میکنم. دیگر چاره ندارم. این کار رو نکنید آقای خلیل. هر دوشون هم نمیخواهند. عاقبتش خوب نمیشود. این سخنی آخرین هم است. فرهاد، این را از خاطر نبرد. وگرنه من برای آدم ها چطور نگاه میکنم؟ برای همین چاره دیگری نداری. مرا فهمیدی؟ با اجازت شما. عاقبت این کار چی میشده باشد؟ این خانه داشوی چیزی رو حل کردن نمیتواند. با این کار دخالت نکن دکتر. با این طرفش کاری تو نباشد. خدا مددگارت بود فرهاد. این حال از دستم کاری دیگری نمی آید. سلامت باشید اکا. این آدم یگان مقصد دارد. شاید خدیجه را او پنهان کرده است. شاید دختر در دهه آبی کلان است. نه، خدیجه در آنجا نیست. دمت را گیر. ما را بسیار سرگردان کردی. آماده شوید. به دهه آبی کلان می رویم. خوب شده است. پهلوانی پدر. خیز پروا پسرم. نکن خیز. پسرم. کمی دیگر. کنی؟ آفرین. آفرین پسرم. آفرین. این خلیل عقلش را خورده است. جوانند. همدیگر را دوست می‌دارم میگوید. رفته به بدریه گوی. پایش را از خانه بیرون نگذارد. این شرمندگی را بین. خوب کن پسرم. جایت خوب است؟ ناراحت نشدی؟ خوبم پدر، تشویش نکشید. آفرین پسرم. حالا میبینی پدر چطور تو را آیله دار میکند. شیر بچه‌ای پدر، پهلوانی پدر. خوب هستی پسرم؟ جایت خوب است؟ چی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ چرا به اینجا آمدی؟ خانمانسوز! پدر، التماس این کارو نکنید. حیاتی بدریه رو نیز نسوزانید. برایتان پول آوردم. هر قدر لازم باشد گیرید، لیکن مونید با دلدادش خانه‌دار شود. او رو هنوز من به پول حرامی تو محتاج نیستم. دفع شو از اینجا. رو از پیشم. تو را دیدن نمیخواهم. زود رفته به سینا خبر دادم نازی. من فرزند ندارم. دفع شو میگویم. حالا همین طور بدریه رو میفروشید. دمت را گیر. گفچه این چی خیلی گپ است. رو از اینجا. دیگر تو را دیدن نمیخواهم. گفچه دخترم نه. دخترم نه. مرحمت. نان را ده. گیر. دری حمام را کشودیم.
چیکار میکنید؟ کنی زود کارش رو تمام کنید. خاموش، از من خلاصی نداری. میمیری. سر دهید. هر دوی آنها را برید. را گردید. آماده شوید، می رویم. شما را به سود می فرستیم. سلامت باش دخترم. چرا این کار رو کردی؟ اول به من دام گذاشتی، بعد نجاتم دادی. شوهرتون سلیمان مرا نجات داده بود. از او قرضدار بودم. برای همین اگر شوهرتون رو دیدید به او گویید. سلیمان در حقیقت زنده است؟ بله زنده است. بله زنده است پایزن. اگر سلیمان در حقیقت زنده باشد، البته روزی آمده فرزندانش رو میبیند. خدایا اکنون من چیکار کنم؟ چه گپ شد وجده؟ از تو میپرسم، گپ زن، زبانت را خوردی. از تو میپرسم وجده، چه گپ شد؟ گپ زن کنی گوی. گپ زن کی چه فریب کرد؟ چه گفتی؟ پولی تشکیلات رو برده به پدرش داد. تو چه گفتی؟ که چه رزیل. رمز پیشم رو گفتم. چی گفتی؟ اینجا مهمانخانه است. آب نیست، تا خط کن. من گناه ندارم آقای سودیه. من کسی را نکشتم. مال کسی را ندزدیدم. برای برفین رفته بودم. دشمنی خونی هم دخترم را گرفتن میخواست. وقتی گریختن دخترم به دستی سیله‌داران افتاد. بیچاره چیکار کردنش رو نمیدونه. گریخته نمیتواند. من باشم برای خلاص کردنش به کوه بر اومدم. رفته دیدم که دخترم فراموش خاطر شده است. به او در آنجا هر خیل داروها میدهند. بچه ها کی چای می نوشن؟ همان رئیس. مجده خیز و جستجوی کچه می رویم. هر دویمون؟ بله هر دویمون. چی باز همه را بردنی بوده؟ خیز به من نگاه کن مجده. اگر در این باره به کسی گویی نمیگویم سینون. که چه پلید که چه رزیل نباید این کار را میکردی. بله او حتی مرا نمیشناخت. اطرافش پر از ظالمان و خائنان بودند. هر قدر کوشش نمودم لیکن دخترم را نجات داده نتوانستم. کنی شما بگویید آقای سودیه، من مادرش باید چیکار میکردم؟ چه خیلی رفتار میکردم؟ دخترم در دست سیله‌داران، من چطور در خانه می نشستم؟ گرچند مراد حاصل نشد، دخترم را آورده نتوانستم. حالا برای در اینجا بودنم گریه کنم یا برای دختری بیچاره‌ام؟ نمیدانم. شما گویید. هر چیزی گویید من راضیم. قرار. مبارک شود خانم. تشکر پسرم. خدا از تو راضی باشد. خدا را شکر که نجات یافتم. بیگناهان رو در اینجا نگاه نمی‌دارم. با من مناسبتی خوب نمودید. خداوند از همه‌تون راضی باشد. روی سفید.
تشکر. خدایا تو را شکر میگویم. بدی هم خانم نزد فرزندانم بر میگردم. آقای طاهر بخیر است دیلو. چی واقع شد؟ خیش و اقربای آقای خلیل به دیه همان اومدن. اپای خدیجه رو میجویند. پروا نکن، نمیوبند. آقای خلیل شما را حرمت میکنند رئیس. گفتند که رئیس به شما کمک میکند. التماس کمک کنید. من هم آقای خلیل را حرمت میکنم، اما در کجا بودن این خدیجه رو نمیدونم. یک وقتا در همین جایها بود. بعد از مرگ شوهرش او را ندیدم. اگر در کجا بودنش را فهمیدید ما در همین جاییم. خواطر نشوید، خودم شما رو میابم. خیر تا باز دید. پدر چی میخواهند؟ باید همه چیز رو دانی. کارت چی؟ خیریه چوز پدر؟ به من هم گویید. از دو سر من میفهمم. خدیجه دختر زلال با برادر شوهرش خانه‌دار نمیشون گفتن گریخته. در همه جا او را میکوبند. در هیچ کجا نیست. شبهه دارند که در دهه خودمان پنهان شده است. اکنون فهمیده آرام شدی؟ باز چی شد کزمان؟ من گفتم که به من شناس می نماید. من او را شناختم. کی رو شناختی؟ چی گفتی؟ چرا با خود گپ بزنی؟ کاری کم زن؟ پدر ما در کجا بودنی خدیجه رو میدونم. ها مادر، این پولها را به دوست داشته بدریه دهید. مادام پدرم پولها را قبول نمی کنند، آن جوان گرفته از نام خودش بیارد. با این را مسئله حل می شود. قربانت شوم. دیگر به کوه نبرو، اینجا مون. مادر جان از این راه برگشته نمی شود. بفایده مرا انتظار نشوید. چرا به کوه برآمدی کیجا؟ چرا در وقتش مرا گوش نکردی؟ راست میگوید مادر جان. کاش شما نیز مرا به دوست داشته میدادید. حالا همراه شوهر و فرزندانم در خانه می شدم. او را نیافتید؟ در گرد و اطراف نیست پدر. کسی خدیجه را ندیده است. گفتم که نیست. بیاید به ده برگردیم. درست میگوید پدر. خیر مایلش بیاید میرویم. چو درسون یکدم صبر کن. صبر کن. ایست. تو را کافته میگشتم. چی گپ شد؟ خدیجه را یافتید؟ البته یافتم. او را دکتر پنهان کرده است. به نقطه تیبی رفته جزاش رو ده. بیاید زود به اونجا میرویم. راه گردید. برای کار. چو روید زودتر روید. سریعت دیگرتون رو خورید. دختر چی میخواهید؟ خدیجه در کجا دختر؟ اپای خدیجه در جای در کوریش رفته کابل. در درون کسی نیست پدر. ما را مجبور نکن دختر. خدیجه را پنهان کردن را میدانیم. گمزنو کجاست؟ مدام میدونید کفته یابید. این چه خیل گمزنی است دختر؟ همشیره خدیجه در کجاست؟ پنهان بکن. ایستید. من اپای خدیجه رو پنهان کردم. خدیجه کجاست؟ ایستید شد کافیست. این کارتون خوب نیست. حق ندارید که اپای خدیجه رو مجبورم خانه دار کنید. عادتم را تو به ما میآموزانی. من با عادتهایتون کار ندارم، اما نمیخواهم که دختری بیکس و تنها رو اذیت دهید. اپای خدیجه رو با شما نمیدهم. میدهی؟ نمیدهم. وگرنه چی درسون؟ چی میخوایی؟ ابله کلنگ رو زر میکنی؟ بپرانی ها؟ شما دخالت نکنید بیشگی ها. این جوانی در نظر بوده دامادی من است، میفهمی؟ بده همان آمده با ما تهدید میکنید. کنید اف شوید
دفع شوید. روید از اینجا. بیایید میروید. خوب هستی داماد؟ شما از کجا خبردار شدید؟ من رفته خبر دادم. سلامت باشید. من رو نجات دادید، لیکن آنها با شما دشمن شدند. خلیل که بدنی بیشاگی ها را خوب میداند. اگر آتش شوند سری خودشون را میسوزند. یعنی از بیشاگی ها ترسیدید ها؟ جناب من اونجا نبودم، درسون رفته بود. جناب من جنجال کردن نخواستم، از گپی اکم برآمدن نخواستم. حالا خطیچه در دهه آبی کلان است؟ همانجا جناب. دکتر خودش گفت او را نمیدیم میگوید. جناب دکتر به دستم افتاده بود، او را به نشان گرفته بودم، اما بیشاگی ها او را حمایه نمودند. از روی گفتهشان دکتر دامادشان بوده است. داماد بیاروس؟ خلیل لبا جناب. اینجا بیا. امر نمایید جناب. نشین. خطیچه را از دستش گرفتن میخواهی؟ همینطور؟ بله اون ناموسان حساب می شود جناب. نمیخواهم به او یوان چیز شود. فرهاد را به مانند یک کش به تشکیلات میدی؟ میدیم جناب. به خاطر ناموسم او را هم میدیم. اینطور باشد خطیچه با پایهای خودش به خانه‌ات میرود. حامد او چه خیلی چوپان است. پس از بردن مالها عاقل را تازه نمیکند. امیلش من با اون میگویم. آقای حامد. آقای حامد. لبای. اینش باز که باشد. هنی یک رفته بینم. کی باشد؟ و فکرم از آدمانی سبا است. کنی راو چی میخواه؟ حاضی من رفته میفهمم اکا. السلام علیکم. و علیکم السلام. جناب سبا به شما سلام گفتند. تشکیلات به جناب خبر داده است که اگر شما دختر زلال را ندهید آنها زینب را به قتل میرسانند. فهمیدید؟ چه شد حامد؟ بخیر است؟ یک دمی صدقه. نرو دخترم، ما رو پرداخته. هر باری که میویم همین خیل میکنید مادر جان. اکنون روید مادر جان. نرو دخترم، نرو. پلها در کجایم کجا؟ اندازه گرفته در کجایم کجا؟ چی شد؟ هیچ. آقای حمید بیسلام. آرام شوید آقای حمید. به دلتون ضرر دارد، آرام شوید. اگر خدیجه را به خشورش ندهیم تشکیلات زینب را به قتل میرساند. بیسرم کی این گپ را گفت؟ تشکیلات به سبا خبر فرستاده است و یکی از آدمانش را به نزد من فرستاد. من دیگر علاج ندارم. متاسفانه. به خونه یمکی خلیل میروم. پلها در کجایم کچه؟ گفتم کچینم، پلها را افتاندم. آزی رفته میارم. مجده او راست میگوید.
گبزن مژده، سخنانی به من گفتد را به کچم گوی. گبزن گفتم او راست میگوید. بله راست میگوید. تو این رو افتاندی دخترم. نباید این کارو میکردی کچه، نباید این کارو میکردی. بیشوگی و دشمنی خونی امان میبوشند، آنها این کار رو با من نمیکردند. راست میگوید اپای خدیجه. من نه برای مردن زینب بلکه برای زیق نشدن شما میرم. اپای خدیجه چرا به خاطر من شده این کارو میکند؟ اپای خدیجه برو گیره جاگر زود جاگر شما میگویم با این گپ چی گفتنی بودید اپای خدیجه؟ جاگر من حالا به تو نشان میدم. اپای خدیجه پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.